رستم ای بچه تو کی باید آچر نباشیدن ترا انتظار باشه آخی همین ماشین زبادید که بشینیم برای خونه آخی نمیتونم آچر رستم من همین بچه شما را گفتستم که همین ماشین زبادید که بشینیم برای خونه آخی اوچه جون زوادید نمیشه آخی کلیداش داده سیمای به وقتم زبادید ها میدونم برای چی زبادید نمیشه برای که ماشین بنزین نداره راست میگی شما فقط عصبی نشرم از من رستم جان میریم بنزین میخریم میریم ماشین زبادید بکنیم میریم خونه آخی ماشین با گذاب زبادید میشه زلف کجل انبر رخسار مهی انور